بخشیده بر روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان با تشبث فدراسیون فوتبال ولایت و دستگیری فدراسیون فوتبال کشور در ورزشگاه مرکزی تعلیمی بانک ملی تاجیکستان واقع در شهر گلستان مسابقه بین الخلقی عاید به فوتبال بین کودکان و نورسان تحت عنوان فوتبال سرحد ندارد برگزار شد. این چهاربینی ورزشی بخشیده بر روز وحدت ملی با مقصد جلب کودکان و نورسان به فوتبال برگزار گردید. در مسابقه که دوام 5 روز ادامه یافت 46 دسته از جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان اشتراک نمودند. مسابقه خیلی خوب گذشت. بچه‌ها بسیار با شوق و هوس بازی کردند. ما مربیان فوتبال بسیار خرسند هستیم که همین مسابقه بسیارتر شده است. بچه‌ها بسیار تجربه میگیرند. مینداری خود را به فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان میرسانم که بر ما همین شرایط میدهند که ما همین مسابقه سطحی بلند گذرانده ایستادیم. از این بازیگران نورس ما آینده باوری کامل داریم که بازیگران کسبی میبراید. بازی‌ها در 5 گروه سن و سالی بین فوتبال بازان از 8 تا 15 ساله برگزار شده. فوتبال بازان نورس با شوق و هوس بی‌اندازه مهارت سنجی کردند. برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی برای مستحکم شوی دوستی و بلند برداشتن ملکه‌های مهارت نورسان اهمیت زیاد دارد. فوتبال را خیلی دوست می‌دارم. 2 سال است که من در نوید فوتبال بازی می‌کنم. در دسته سوخت شده. من می‌خواهم فوتبال بازی کسبی شوم و در دسته خوجند بازی کنم. مسابقه خیلی زور گذشت و ما خرسندیم. والدان کودکان و نورسان فوتبال دوست از برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی بالیده روح و قناعتمندند، زیرا فرزندان آنها در برابر 5 روز اشتراک در مسابقه همچنین با استراحت و فراغت فرا گرفته شده دوستان نو پیدا کردند و ملکه‌های مهارت خود را صقل دادند. بی‌حد خرسندم که فرزند من در این مسابقه طی 2 سال است که در نمود فوتبال مشق میکند. مسابقه فوتبال میشود. ما بسیار بی‌حد از این شادیم. فرزندان ما اومده در اینجا بازی کرده جاهای نمایان را گرفتند. ما از فدراسیون فوتبال تاجیکستان بی‌نهایت خرسند در آینده می‌خواهیم که فرزندانمان تاجیکستانمان را بیرق تاجیکستان را به تمام عرصه جهانی نشان دهند و جای اول و جای نمایان را گیرند. مراسم جنبست مسابقه مذکور در فضای تنطنوی برگزار شد. برنامه‌های رنگین فرهنگی خاطر کودکان و نورسان را بالیده نمود. به همه غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی جام، مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. مورد به ذکر است که برگزاری چنین مسابقه‌های بین‌المللی امکانیت فراهم می‌آورد که کودکان و نورسان ملکه مهارت خود را بالا بردارند، دوستان نو پیدا کنند و آینده از بین آنها فوتبال بازان کسبی به پای رسند.